وقتی قضیه دروغ قزوینی رو مطرح کردیم، اینا خلاصه به دست و پا افتادن و میخوان با مطرح کردن مسائل جانبی از اصل قضیه فرار بکنن. در مورد قضیه امام ابو حنیفه، قزوینی نتونه ثابت بکنه که اصل المذهب در مورد رؤوس مذاهب اهل سنت است. وقتی که بیننده تماس میگیره به ابوالقاسمی یا به یزدانی یا به خود قزوینی، میرن سراغ مسائل جانبی که ابو حنیفه این گفته و در مورد ابو حنیفه ابن تیمیه این گفته. ما همون صفحه 303 جلد 6 کتاب منهاج السنه که قزوینی ادعا کرده بود که ابن تیمیه رؤوس مذاهب اهل سنت رو کافر و زندیق میدونه، اصل موضوع ما این است: از موضوع فرار نکن آقای ابوالقاسمی، از این شاخه به اون شاخه هم نپر و اگر پریدی مثل این کلیپ جواب دندان شکن خواهی گرفت. بسم الله این کلیپشو ببینید. همونطور که نشون دادیم ابن تیمیه میگوید آقای ابو حنیفه مرجعه بوده است. میگه تعدادی از علمای مالکی و احناف شافعی را حرامزاده میدانستند. این که ابن تیمیه گفته که امام ابو حنیفه مرجع است، دروغ است، دروغ میگه. قضیه مرجع و مرجعت الفقها را قبلا در موردش صحبت کردم در هفته گذشته، این داره عید تکرار میکنه. این که گفته مالکی ها گفتن که امام شافعی حرامزاده است، دروغ میگه. مرد است نشون بده این رو. آنچه که بعضی از متعصبین مالکی در مورد امام شافعی گفتن این بود که میگفتن ایشون قریشی نیست، یعنی تن در نسب که وارد میکنن به این معنا نیست که بگن که ایشون العیاذ بالله حرامزاده بوده. اونا بعضی از علمای مالکی، بعضی از متعصبین مالکی بگیم بهتره، میگفتن که امام شافعی قریشی نیست، از قریش نیست. میخواستن به این شکل به اصطلاح اون فضیلتی رو که امام شافعی در بین ائمه داره اون رو به اصطلاح کنار بزنن، اما حقیقت این است که ایشون از قریش است، از نژاد نسل قریش است و این یک حقیقت واضح و آشکار است. هیچ کس نگفته که ایشون حرامزاده است. این خبیث، ببینید توهین به امام شافعی رو. برادران شافعی در ایران ببینید که این خبیث چطور میاد با تحریف سخنان مالکیا میخواد توهین بکنه به امام شافعی. اونا قضیه تن در نسب قریشی بودن ایشون هست. مثلا یک کسی اومده عمامه سیاهی سرش زده گفته سیده، مردم میگن نه بابا این سید نیست، به دروغ خودش رو نسبت داده به اهل بیت رسول الله. این هیچ وقت به این معنا نیست که ایشون به اصطلاح حرامزاده باشه یا ولد الزنا باشه. این مطلبی است که اینجا میاد دروغ میگه که مالکی‌ها گفتن که امام شافعی علیه بالله این گونه بوده، بلکه این قضیه تن در قریشی بودن ایشون است. ادامهش میگه آقای ابو حنیفه فتوا به جواز اجاره خانه برای قمارخانه و برای شراب فروش و اینا میده. جواز به اجاره آقای ابن تیمیه میگه ابو حنیفه جواز اجاره کنیز برای زنا. میگه آقای ابو حنیفه میگوید، ابن تیمیه میگه ابو حنیفه جایز دانسته است که مرد را، غلامت را برای فحشا اجاره بدی. اینا رو ابن تیمیه فقط احمد بن حنبل مشکل نداره. بله وقتی جلوی علمای مذاهب اربعه میرسید، مفتی حنبلی هست، مفتی شافعی هست، مفتی حنفی هست، مفتی مالکی هست، نه آقا من همه اینا رو قبول دارم، شاکر دربستشون هستم. وقتی جلو اونا بود اینطور میگفت، اما وقتی میرفت تو کتاباش همین رو تعریف کردن، خجالت کردن، ابو حنیفه رو کرده ابو فلان. بله خجالت هم داره، همونطور که نشون دادیم. بله واقعا خجالت داره برای اینها. خب به خاطر که از بحث اصل مذهب و دروغ قزوینی فرار بکنن، رفتن سراغ این که ابو حنیفه گفته که اجاره دادن نمیدونم کنیز و غلام جایز است. ببینید مگه شما ادعا نمی‌کنید جناب آقای تلفنچی ابوالقاسمی که امام ابو حنیفه شاگرد امام جعفر، من کاری به امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه ندارم، اینا بزرگوارانی بودن، اما میخوام بر اساس منطق شما پاسختون رو بدم. مگه همیشه داد نمیزنید وقتی میخواید فضایل امام جعفر صادق بیان بکنید میگید که ابو حنیفه شاگرد امام جعفر صادق بوده؟ این همیشه ادعا کردید نه؟ امام ابو حنیفه، من اصلا دارم بر اساس منطق شما دارم پاسخ میدم. این ما به این اعتقاد نیستیم، اصلا این چیزا رو قبول نداریم. این به اصطلاح طعن در اهل بیت رسول الله و تهمت به اهل بیت رسول الله است که شما آخوندهای زندیق در کتاباتون آوردین این مسائل رو، اما بر اساس منطق خودتون دارم پاسختون میدم. میگید که امام جعفر صادق استاد امام ابو حنیفه بوده. امام ابو حنیفه اگر همچین فتوایی هم داده که ابن تیمیه ذکر کرده،
بر اساس آن چیزی بوده که از استاد خودش یاد گرفته. از استاد خودش چی یاد گرفته؟ الان نشون میدم. چون که بحث با حاشیه کشوندی به این مسائل، ما جواب دندان شکن برای هر مسئله‌ای که شما ذکر بکنید داریم. اما مرد باشید، غیرت داشته باشید، از دروغ قزوینی بیاید دفاع بکنید. یمین و یسار از این شاخه به اون شاخه نپر آقای ابوالقاسمی، و الا این گونه جواب بهت خواهیم داد. این کتاب است، کتاب الاستبصار از شیخ توسیشون، اینم سال چاپش. کتاب النکاح باب زده در اینجا. باب چیه؟ تحلیل رجل جاریته لغیری، یعنی کسی زن داره، کنیز داره مثل همسر، یعنی کنیز حیثیت همسر رو داره برای در اسلام. این طرف در مذهب شیعه به اصطلاح تهمت هم به ائمه بزرگوار اهل بیت. این چیکار میکنه؟ یعنی از اینجا میگه که از امام جعفر صادق پرسیدن که سألت عن رجل یحل لاخیه فرج جاریتی فقال هی له حلال ما احل منها. یعنی کسی میتونه که همسر کنیزش رو برای کی؟ برای برادرش حلال بکنه. چطور؟ بگه برادر بگیر این کنیز رو، هر کاری که دلش خواست باش بکن، باش میخوابی، با به خدمت هر کاری میخواد بکنی. روایت سوم از ابی جعفر امام محمد باقر روایت کردن. قلت له رجل يحل لاخيه فرج جاريتي فقال نعم لا بأس به. هیچ مشکلی نداره که شرمگاه کنیزش رو، زنی رو که در خانه داره، برای برادرش حلال بکنه. این به عنوان اعارت الفرج، یعنی عاریه دادن. مثل که کسی میاد خونه شما میگه که مثلا دیگ تو به من بده، برای چند روزی لازم دارم. شما دیگتون رو میدید، کفگیرتون رو میدید، فرغونتون رو میدید، بیلتون رو میدید، کلنگتون رو میدید. در مذهب شیعه اثناعشری، عرض معذرت از شیعیان عزیز، اینطوری آخونداتون درست کردن. کسی میتونه که همسر کنیزش رو، شرمگاهش رو اجاره بده به کی؟ حلال بکنه به کی؟ برای برادرش، برای دوستش، برای رفیقش. با بیشرمی تمام از ابو عبدالله امام جعفر صادق روایت کردن یا محمد. ابو عبدالله امام جعفر صادق دوستی داشته به اسم محمد. شبی اومده خونهش، حتی زنم نداشته، از زن و بچه‌ش دور بوده. گفته یا محمد خدا دل جاریه، این کنیزک رو، این زنی که به اصطلاح به کنیز یعنی مثل همسر امام جعفر صادق تو خونش بوده، خدا دل جاریه، این دخترک، این جاریه رو بگیر، تخدمک و تصیب منها، هم خدمت تو بکنه، هم باش هم بستری بکنی. فاذا خرجت فردوها الینا، بعدی هم که از اینجا رفتی، یعنی غربت تموم شد، مسافرت تموم شد، دوباره برگردونش پیش ما. یعنی چی؟ یعنی تصور کنین مثلا آقای ابوالقاسمی رفته مشهد پیش آقای شریفی. آقای شریفی یکی از زنهایی که در حرم سرا داشته گفته که آقای ابوالقاسمی خود هذه الجاریه تخدمک و تصیب منها، بگیر این جاریه رو که هم خدمت تو بکنه، هم باش هم بستر بشی. بعدش هم که دوباره برگشتی قم، اینو برگردون به خونه ما. شما رو به خدا این گونه روایت ها رو نسبت میدن به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. شرم انسان میاد بقیه‌شو بخونه. یکی نیست، دوتا نیست، همین ردیف کرده روایت در این مورد. شاید بگن این یک کتاب این مسئله رو گفته. از کافی هم خدمتتون میاریم. این کتاب الکافی از کلینی لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین علیه باب داره. بابی که مرد میتونه حلال بکنه جاریش رو برای کی؟ برادرش. زنم میتونه این کارو بکنه. بعد روایت آوردن، همون روایت هایی که اونجا بود، مثل همون. بله. تهذیب الاحکام کتاب دیگرشون از توسی، اینجا هم این روایت ها رو داره. مرد میتونه که برای برادرش شرمگاه جاریش رو حلال بکنه. ببینید مثلا اینجا اینم روایت از ابو عبدالله امام جعفر صادق آورده که به دوستشون محمد گفته که خدا دل جاریه تخدمک و تصیب منها فاذا خرجت فردوها الینا، بگیر این جاریه رو که خدمت تو بکنه، وقتی که هم که کار تموم شد و باش هم بسترم شدی، تو این مدتی که اینجا بودی، بعد از اینکه از مسافرت می‌خواستی برگشتی، برگردون به ما. مثلا قزوینی میره خونه مکارم شیرازی، اینا که دیگه به قول
اولاد زنا هستن. به قول حجت الاسلام حسن علایاری، قزوینی میره خونه مکارم شیرازی. مکارم شیرازی هم یکی از اون زنایی که تو حرم سرا داره میگه که خذوها ایها القزوینی تخدمک و تصیب منها، هم خدمت تو بکنه و هم باش هم بستر بشی. فاذا رجعت ردوها الینا، اگر که برگشتی دوباره میخواستی دفتر ولایت بری برگردونش به ما. این است دین و مذهب شما. این است. از این روایت ها من زیاد دارم اینجا که شرم انسان، خجالت میکشه انسان نسبت به اینا رو به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. این از این کتاب. در صراط النجاح از آقای خویی یک مطلب خیلی زشت دیگه است. هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل آخر ومن المرأة لعورة الأخرى لمجرد اللعب والمزاح فرض عدم إثارة الشهوة؟ الخوي لا يحرم في الفرض والله أعلم. میگه یک مردی با عورت مرد دیگری شوخی و مزاح بکنه و یک زنی با عورت زن دیگری شوخی و مزاح بکنه، این حکمش چیه؟ گفته که حرام نیست، جایز است، مذهب ایناست. از این چیزا ما زیاد داریم که از شما پخش بکنیم آقای ابوالقاسمی. حاشیه نرو، برو سر اصل مذهب. برو سر اصل مذهب که این وسایل شیعه است. دوستان نشون بدن وسایل شیعه الى تحصیل مسائل شریعه. عادت قوم لوط در دین شیعه جایز است. عادت قوم لوط در دین شیعه جایز است. از ابو عبدالله پرسیده شد که مردی این کار رو با همسرش بکنه چی است؟ گفت که هیچ مشکلی نیست. جلد 20 صفحه 147 3-4 تا روایت در اینجا آوردن. روایت نهمش خیلی جالب، از روایت 25267 میگه که از ابی عبدالله روایت است که مردی با همسرش از پشت در حالی که روزه بوده همبستر بشه، حکمش چی است؟ گفته که روزش نمیشکنه، غسلم واجب نمیشه. این دین و مذهب این است. از این چیزا زیاد داریم آقای ابوالقاسمی. اگر بخوای حاشیه بری، تا هر جا که بری باد میریم، اما برگرد سر اصل مذهب. اصل دروغی که آیت الله قزوینی گفته، برگرد و اونو جواب بده. مرد هستید اونو جواب بدید. مرد هستید اون صفحه 303 جلد 6 کتاب منهاج السنه رو فقط ترجمه بکنید، ترجمه تحت لفظی بکنید تو برنامه‌تون. هیچ تعلیق و تفسیر هم نکنید، فقط بیاید ترجمه بکنید تا سیه روی شود که در او غش باشد.